از نزدیک به یک ماه پیش مسئولان در شهر مزار شریف به استقبال از جشن نوروز و میله گل سرخ فعالیت‌های را روی دست گرفتند. عبدالرحمن صمدی رئیس اقتصاد بلخ میگوید برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ‌ها، فرود و تولید اموال بی‌کیفیت و تاریخ گذشته و همچنان برای جلوگیری از کم فروشی یا کم کردن وزن امتعه یک کمیته کنترل و نظارت تشکیل شده که اداره اقتصاد در رأس این کمیته قرار دارد. مسائل طبق معمول کمیته برگزاری جشن نوی نوروز برگزار میشه که در این کمیته در رأسشون یک کمیته مرکزی و کمیته عمومی که خود والی صاحب ولایت قرار داره و معاونیتش هم جناب معاون صاحب ولایت به عهده داره و این متشکل از 6 کمیته فرعی دیگه است که بازم در رأس یک کمیته کنترل و نظارت است از چگونگی نرخ اشیا و اجناس و همچنان از وضعیت بهداشتی و طلایا که بازم کمیته ما قرار داره. دیگه اعضایی که در ترکیب این کمیته بود اونام هستن قبلا و همچنان جناب اختری صاحب معاونیت کمیته را داره برای فعلا تا در ایام گل سرخ. آقای صمدی میگوید نظارت از وضعیت بهداشتی مهمانسراها و کنترل نرخ اتاقهای کرایی نیز از آمادگی‌های نوروزی است که این کمیته در نظر گرفته است. آقای صمدی میگوید هرچند در روزهای نوروز قیمت اتاقها بر اساس نرخنامه تعیین شده برای مهمانها به کرایه داده می شود، اما در اغلب موارد مهمانسراها بخشی از مصارف یک ساله خود را در چند روز نوروز به دست می آورند. تا جایی که با مالکین آپارتمان ها و مهمانخانه ها در تماس شدیم مورد میرسه که قیمت ها را پایین برن و خب گفتن از 500 الی 700 افغان بعضی مترش که خوبتر بوده 700 و بعضی ها 500 نرخ تعیین کرده بودن. 500 و 700 ما نرخ مناسب میدونیم به خاطر از اینکه همیشه در مهمانخانه هم نفر نمی باشه و جور کردن مصارف زیادی را متقبل شده و جا مسئولی داره نگهبان داره و تقریبا میگه که ما به خاطر نمی ایام گل سرخ یک ماه یا 40 روزی که مهمان زیادتر میاد ما نمیاره کرا میتیم دیگه 500 افغانی هم برای یک اتاقی که همه چیز داشته باشه تو کرای فکر نمیگم گرنگ باشه. شهر مزار شریف همه ساله میزبان هزاران مهمان نوروزی است که برای تفریح، زیارت و شرکت کردن در میله گل سرخ به این شهر سفر می کنند. مسئولان محلی در بلخ در ماه‌های اخیر سال برای استقبال از مهمانان نوروزی فعالیت‌های را روی دست می‌گیرند.